توافقی که قرار بود میان تهران و واشنگتن تنها به توقف تنش‌ها منجر شود، اکنون به یکی از مهمترین مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده است. از بازار جهانی نفت گرفته تا امنیت تنگه هرمز، از سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلار تا نگرانی‌های امنیتی اسرائیل، همه نگاه‌ها به تفاهم‌نامه دوخته شده است که تا هنوز متن کامل آن منتشر نشده است، اما پیامدهای آن از هم اکنون بر معادلات منطقه سایه انداخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان دیدار با امیر قطر در حاشیه اجلاس گروه 7 هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم برشان خراب خواهد شد. او تاکید کرد که به دنبال تغییر نظام در ایران نیست و این موضوع هرگز بخشی از اهدافش نبوده. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one. ما به یک توافق جدی و قابل اجرا نزدیک شدیم. هدف اصلی ما این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. جزئیات این توافق به زودی به گونه یک کامل منتشر خواهد شد و همه خواهند دید که این یک توافق قوی است. پیش از گفته‌های رئیس جمهور آمریکا، جی.دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد ترامپ برنامه هسته‌ای تهران را به طور کامل متلاشی کرده است و افزود این توافق دو گزینه پیش روی تهران قرار می‌دهد: یا با ارائه تعهدات بلند مدت برای بازسازی نکردن برنامه هسته‌ای به اقتصاد جهانی بازگردد، یا در صورت تلاش برای احیای آن برنامه با کمبود منابع لازم برای این کار روبرو خواهند شد. در همین حال، اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران در نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفته است مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از حقوق محور مقاومت در منطقه عقب نشینی نخواهند کرد و در برابر هر گونه فشار یا بدعهدی طرف مقابل واکنش نشان داده خواهد شد. اعتمادی به دشمن نخواهیم کرد و نمی‌کنیم. خونخواهی شهیدانمون رو خواهیم داشت و خونخواهی امام عزیزمون خواهیم داشت. امروز اگر مذاکره هم صورت میگیره برای استنقاذ حقه، برای که ما بتونیم حقمون رو بگیریم. اگر خواستن به عهد بکنن، باز دوباره همون کاری که باید بکنیم و انجام میدیم. قرار است روز جمعه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در سوئیس یادداشت تفاهمی را امضا کنند که زمینه را برای آغاز مذاکرات نهایی فراهم خواهد کرد. با وجود این، جزئیات توافق همچنان محرمانه باقی مانده و این موضوع موجی از گمانه‌زنی‌ها را در منطقه برآورده است.